جای همه را خاطر کرده اوچامشون آمدنی بدم با یک عذاب روزشون کردم که نیویانه من خودم بیام بفهمم چی گپ شده. اکا من نمیخوام دیگه قطعی زندگی کنم. توی مونا قریب 1 سال میشوه. 4 ماهش در غریبی گذشت. اینا بود پرتستیش کردن و اومد 1 روزم در خونه نیست. راست شما زنا را آخه زندگی خوب کردن حق کنید کو. فقط میخوام بدانم که میگوی در خونه نیست جوراهاش قطعه یا عرخری میکنم. نه شبا که میآید اسمس بازی با عروسا میکنم. نه بر وقتی قضیه خواب میکنه و سحر کار میروه. خواهر جان امروزا یک خبر خوب فهمیدن هر روز میشنویم که با یک عائله جوان ویران شده. تو میخوای زندگی آرام داشته باشی یا یگان چی کمی داری؟ نه چیزی خواسته گرفته؟ ها بیچاره دودر داره، خواهر داره، پدر مادر داره، همه ای خونه را خرانده پوشاندن در کار. بیچاره بدبخت امروز تا شب کار میکنه رنگ خر باره که تا که شما یگان چی کمی نداشته باشین. تو خواهر می، تاجی سر می. من خودم ولی زن ندارم را از خودی خدمت کردن نمیتونم. آفرینی او. حاضرم اگر بخواهی مرحمت میریم. یک دیادت بگی اما پدر مادرت هم 1 ماه فقط نگاهت میکنن بعدش در او جنگ جنجال خودم خراب میشه. تصمیم در خودت. در خانه شوهر بدن یک پیاله چای خوردن زندگی را ساختن ده همین زمان خودش یک خوشبختیه. والله در او شرایط خوب همه میتونن عاشق یک دیگر باشن. رفتنی خیلی بریم. نه نمیرم.